سلام بر شما علاقه‌مندان سیما نیوز. 7 خبری این هفته از افغانستان و جهان با من همیرا افغان. نخست اخبار از افغانستان. معاون اقتصادی ریاست الوزرای کشور با منظور کمک و دیدار با سیلاب زدگان غور وارد این ولایت شد. ملا عبدالغنی برادر آخان، معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان با منظور کمک و دیدار با سیلاب زدگان اخیر غور وارد فیروزکوه مرکز این ولایت شد. دفتر معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء در خبرنامه نوشته است که نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی بر ریاست ملا عبدالغنی برادر آخان، معاون اقتصادی ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان در قصر مرمرین برگزار و در مورد اعمار بند دوم سروبی ولایت کابل و تولید 300 میگاوات برق گازی در ولایت جوزجان و همچنان از سوی وزارت معادن و پترولیم در مورد مواد ساختمانی و تعداد دیگر از موضوعات اقتصادی بحث شده است. مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرای امارت اسلامی افغانستان با نمایندگان دو بنیاد خیریه ترکیه دیدار کرده است. در این دیدار این نمایندگان از تامین امنیت و فراهم شدن فرصت‌های خوب اقتصادی در افغانستان ابراز خرسندی نمودند و در مورد فعالیت‌هایشان در افغانستان با معاون اداری ریاست الوزراء معلومات ارائه کردند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف در 1000مین روز ممنوعیت آموزش دختران و زنان در افغانستان اعلام کرده است که این محرومیت طولانی مدت منجر به از دست رفتن 3 میلیارد ساعت فرصت یادگیری برای 1.5 میلیون دختر دانش آموز در این کشور شده است. یونیسف در خبرنامه گفته است پیامدهای این ممنوعیت عمیق فراتر از تأثیر فوری بر دختران است. این مسئله بحران بشردوستانه و چالش‌های مهم برای چشم انداز اقتصادی و توسعه افغانستان ایجاد کرده است. کمیته بین المللی المپیک اعلام کرده است که هیچ نماینده از حکومت طالبان در المپیک پاریس حضور نخواهند داشت، اما از افغانستان تیم متشکل از 3 زن و 3 مرد در مسابقات به رقابت خواهند پرداخت. و حال از جهان. حماس پس از انتقاد از سوی انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا به دلیل نپذیرفتن پیشنهاد آتشبس گفت که نسبت به مذاکرات واکنش مثبت نشان داده است و متقابلا از اظهارات او انتقاد کرد. حماس با انتشار بیانیه اعلام کرد که با تازه‌ترین پیشنهاد آمریکا و همه پیشنهادات دیگر برای دستیابی به توافق آتشبس برخورد مثبت داشته است. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل گزارش داده است که به دلیل افزایش جنگ، خشونت و بلاهای طبیعی در سراسر جهان بیش از 120 میلیون نفر تا ماه می امسال از وطن خود آواره شدند.